به نام یاد خدا عرض شب بخیری دارم خدمت تمام شما عزیزان. سوپرکاپ اسپانیا، بارسلونا 5 اتلتیک بیلبائو 0. بله، آتش بازی شاگردان هانسی دیتر فلیک در یک بازی فوق العاده زیبا، جذاب، پرگل با نیمکت نشینی لامین یامال ستاره بچون چرای بارسلونا و با طمعی کلینشیدی گلر عالی ما خوان گارسیا. واقعا بازی که انتظارش را داشتیم از بارسلونا امشب شاگردان هانسی فلیک به نمایش گذاشت و فرصت نفس کشیدن را برای شاگردان ارنستو والورده در خاک عربستان سعودی نداد. عملکرد همه بازیکنان به حد عالی بود که دیگر هیچ کم و کمبودی در بازی دیده نمیشد. این براق بودن بارسلونا واقعا لرزه به تن حریفان می اندازد و خواهد انداخت. حالا از حال و روزی ریال مادرید و اتلتیک مادرید فقط خدا میداند که چی خبر است. تغییر تکتیک هانسی فلیک هم که فوق العاده جواب داد. حضور پدری و دیانگ در وسط واقعا یک نعمت است برای هر مربی. بردن اریک گارسیا در خط دفاع در کنار کوبارسی هم خیلی عالی بود. در بازی سازی از عقب برای تیم خیلی کمک کرد و به ثمر رسیدن گل ها هم نقشی مهمی داشت. رافینیا عالی بود. بردقچی محشر و فرانتورس و فرمین لوپز هم قناعت بخش بازی کرد. واقعا در کل بارسا در حد زیبا و چشمگیر بازی کرد که عمل کردی بعدی بازیکنان هم اصلا به چشم نیامد. بارسلونا با این برد مقتدرانه‌ای که امشب داشت یک پایه فینال شد و حالا منتظر تیم برنده بین ریال مادرید و اتلتیک مادرید خواهد نشست. برد شیرین بارسلونا را برای همه شما بارسایی ها تبریک میگم و لایک، شیر و فالو یادتان نرود که انشالله در فینال سوپرکاپ قهرمان شویم و این برد تبریک همه شما خوبان باد.